ما دانشجو از شهر دوشنبه با یک سوال نزد شما آمدیم. از شما احتراماً خواهش میکنیم که با سوال ما جواب پر را گردانید. در وقت درس تاریخ معلم گفت که آدم از میمون تولد شده است. ما گفتیم که نه، آدم را خدا آفریده است. معلم باشد دلیل آوردن که بدل میگوید هیچ شکل به حی الله قابل صورت نشد، آدمی هم پیش از آن آدم شود بوزی نبود. داملای عزیز، همین شعر را تحلیل میکردید در حق ما و عائله ما. یک دعا کنید خدا عائله شما را و خود شما را از همه آفت‌ها نگه دارد. لیکن معلم کار خودش میکرد بسیار خوب میشد. اگر به همین خلقیت آدم کار نمیگرفت، اگر معلم درس خودش میگو، ما پیش معلم روان میکنیم که بچه‌هامون از قرآن دور نکنن، روان میکنیم که درس دنیوی را برای بچه‌های ما تعلیم بده، روان نمیکنیم که اطراف اسلام بحث مناظره کن. بحث مناظره اسلام باز برای متخصصای خودش است. اگر همین معلم خدا نگهش دارد، باز شاید که بعد سختش رسد. افسوس که سواد تحلیل شعر ندارد. اگر می داشت این دلیل نمی آورد. حالا که اگر بدیل گفته باشد که نمی آدم از میمون قبول شده است، من سخن بدیل ها دور میپردم، آیت قرآن میگیرم. و گپ در اینجا سخن بدیل نیست، گپ در این که آیت قرآن میگه. آیت قرآن گفته خدا بفرماید خلقتنی من نار و خلقته من طین. من شیطان از آتش آفریدم، آدم از خاک آفریدم. آدم از خاک آفریدم. خدا گفته ایستاده است. بدیل هیچ وقت معنای شعر بدیل این نیست. سخن خدا ماندگی دلیل ما بدیل میکنیم، یا دلیل مثال گویم که حضرت سعدی را کنیم، دلیل یگان شخص کنیم نمیشود. در جای نص قرآنی بودن همه سخن دیگر چی است؟ رد است وقتی آیت قرآن باشد. لیکن اینجا این حضرت چی گفته؟ هیچ شکل به حی الله قابل صورت نشد. البته صورتای شما را خدا میگوید ترتیب داد. دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است بر آب چون این صورتگری؟ سعدی میگوید این نطفه را خدا صورتی زیبا دادگی است، شما را خدا صورت دادگی است. لیکن در دامش میگوید آدمی هم پیش از آن آدم شود بوزی نبود. چه خوب میشید همین معلم 60 غزلی میرزا عبدالقادر بدیل تحلیلش برآمده است. اولی همین سخنرانی انمون 60 غزل بدیل از علمی شعر سر میشود. گیرا کتاب خونه، از روی کتاب تحلیل کنه. اینجا من میتوانم که حتی گویم که آدمی هم پیش از آن آدم شود بوزی نبود. من میمانمش که علامت سوال، من زبان خواندم، من ادبیات از اون معلم خوب میدونم، علامت سوالش میمانم. حضرت بدیل گفته است ای مردم، آیا همین آدم پیش از آنه که آدم شود میمون بود؟ سوال داده است. ما جواب میگویم نه، میمون نبود. این است سوالش میمانیم. ما آخرش در این جمله سوالی میگویم، جمله سوالی بوزی نبود بلکه چی بود؟ از خاک بود آدمش کرد. خدا همت معلمان نگاه دارد. معلمان ما بسیار داریم، لیکن کار خودشون نکنند. درس دهند، بچهای ما را از علم دنیا خبر دهند. از حکم قرآن و حدیث متخصصا وجود دارد. ان شاء الله متخصصا هر کس موضوع خودش